به نام خداوند بخشنده مهربان، بینندگان گرامی، به برنامه بازیگاب خوش آمدید. تغییرات به کانستیتوسیه را مجلس نمایندگان قبول کرد. اون چیزهایی که به فایده یک عائله است و بر ضرر ملت و بر ضرر احزاب مخالف. بله. یعنی سین به بعد باید سرقانون نگویی. و واقعا هم اون چند چیزهایی که رخ داد، یعنی انسان رو میبرد به همون سال 90. بله. ببین ما اصطلاح جنگ تحمیلی رو به چی تبدیل دادیم؟ به مقاومت ضد اکستریمیسم و تروریسم. ما آوردیم همون چیزهایی که پیروسه این حکومت بدن، یعنی واقعا هم بله. مثلا این تغییرات نام ها به فارسی تاجیکی اصیل آوردیم، باز میگردیم سرقانون نگیم، کانستیتوسیه بگیم، یا قانون اساسی نگیم، چه بگیم؟ سرقانون کانستیتوسیه. یعنی دیگر تغییرات هایی که هستن تغییرات های جزئی هستن، ولی در عموم همش میگرده به همون دور کردنی یعنی مصطلحات اصیلی تاجیکی. درست است. ولی این سه قانون، سه نقطه‌ای که خیلی جالب است این است که از سین 35 ماه نامزد به ریاست جمهوری رو هر نامزدی که میشد از 35 به 30 تغییر میخوان بدین و کاهش بدین. همه میدونن که به خاطر رستم امامعلی است. و بعد این است که رئیس جمهور به محدود است، یعنی اون محدودیتی که پای در پای یک شخص پای در پای تنها 2 بار میتواند رئیس جمهور شود، این برای این دیگر بالاتر از این است پیشوی ملت. و سوم اون حزبی خاراکتر دینی داشته هم که در سرقانون همین بود، این را هم میبردارن. و چهارم همه اون چیزهای لغوی و مصطلحاتی که، ولی در عموم اگر نگاه کنیم همین سه به خاطر همین سه چیز یعنی این تغییرات رو آوردن. ولی ببینیم که مردم در توجی نیوز یک نظرسنجی کرده است، گفته است که آیا باور دارید که تغییرات کادری این به تغییرات کادری ربط دارد؟ در اینجا میگوید که آیا باور دارید که تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان چیزی را عوض میکند؟ حدوداً 72% مردم گفتن که نه. یک گروهش گفته است زینهار هیچگاه نه. از عوض کردن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد. حدوداً 50% این رو گفته است و نه همش از پرزیدنت وابسته است بسه. یعنی حدوداً 72% مردم مخالفی چنین تغییر کادرها که یعنی فایده ای ندارد این تغییر کادرها، ولی 20% حدوداً 20% گفتن که بله کادرها همه چی را حل میکنند. یعنی این تغییرات به فایده کشور هست. سوال این است که آیا ما میبینیم که یک کادرهای ما در تاجیکستان، یعنی باز میایم به همون کادرهای پیشینه. این مشکل در سر این نیست که یک کادری جدیدی واقع بیاد. این کادر رو میگیریم در اونجا میمونیم، از اون رو میگیریم در اینجا، جابجا کنی است. این بهتر است از تغییر کردن. این رو بگیم که جابجا کنی جدیدی کادرها. تغییرات کادری نه جابجایی کادری. اگر این گونه می بود بهتر بود. ولی شما ببینید حکومت همیشه شعار میدهد که جوانان آینده ملت هستند، ولی این آینده های ملت هرگز امروز ملت نمیشوند. هیچ نکی به امروز ملت برسند. تنها یک نفر هست. بله همین رو میخوام بگم. میگوید جوانان آینده ملت باشند، پس باید همه جوانان آینده باشند. این فقط یک نفر، یک جوان امروز ملت نشده است و اون هم پیشوازاده می باشد. پیشوازاده می باشد و صاحب 5-6 منصب. یک کم واقع بین باشیم. دیگر مردم نمی توانند به این گفته ها باور کنند. چون که جوانان ما اکثریتش امروز در مهاجرت کاری هستند. بله. شما امروز میگید که کادر، جابجایی کادری یا تغییرات کادری، ما جابجایی کادری میگیم ولی تغییرات کادری، ولی تا امروز هیچ تغییراتی در کادرها نمی شود، بلکه جابجایی در کادرها صورت میگیرد. و به همین خاطر است که حتی در همه جا در رسانه های ما دیگر این اصطلاح معروف شده است که هر وقت تغییرات کادری بگوییم میگن که با جای عوض کردن جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد. این ضرب المثل حکومت امروز کادرهای حکومتی شده است. تا کی
حتی با این ضرب المثل به شما میفهمونند که شما این گونه درک نمیکنید. بعد میگویند شما به جوانان، من یک چیز رو میخوام بگم، اگر واقعا به جای این الیت حکومتی که امروز وجود داشت در اطراف حتی همین پیشوا یک گروه جوانانی میبودن که از همون افکار دوران جنگی آزاد میبودن، ما امروز به این حال نمیرسیدیم. ولی وقتی که حکومت آمد در سر کار که اسیر افکار دوران جنگش باقی ماند و نتونست از همون فضای دوران جنگ، یعنی یک کمتر سعی کردن که یک 10 سال اینها از اون دوران جنگ بگردن ولی نتونستن، باز میگردیم. این هم فریب بود، این هم فریب بود. اینا میخواستن یک چیزی را حکومت به وجود بیارن، یک چیزی تغییر کنند، یک کاری بکنند و سال آمد، مردم زیاد شد، تغییرات به وجود آمد، حکومت پابرجا شد، بگیم که ساحه ها زیاد شدن. اینها دیدن که توانی واقعا هم رشد دادن این همه ساحه را ندارن. دوباره به فکر چی افتادن؟ به فکر این افتادن که همون گروهی که در زمان جنگ فکر میکرد بر اساس دیگران دشمن باشن، اینها یک جایگاه پیدا میکنن، همون گروه در جامعه، در حکومت امروزه حاکم شد. ببینید شما با همون فکر امروز در جامعه ما هستند. اونها بودن که آمدن در تاجیکستان و با این فکر رو تبلیغ کردن که تو در تاجیکستان خطر وجود دارد. خب در حالی که مردم تاجیک همه میدونند که نه نهضت اسلامی تروریست است، نه به فکر یگان کودتا و انقلاب و تغییر بگم چیز بود. نه ژورنالیستان، نه زیاییان، نه ژورنالیست، نه زیایی، نه هیچ کی. فقط اصلاح میخواهند. اصلاحات خواستن یه چیزی طبیعی است. ما اصلاحات رو میخواستیم، بازم میخواهیم. درست؟ ولی شما تصور کنید یک گروهی که همون افکار دوران جنگی در ذهنشون حاکمه. بله. چگونه در دوران جنگ آدم چگونه است؟ از هر یک حرکت رقیبش خطر احساس میکند، خطر بنابودی. این افکار در اینها تا حال باقی مانده است. به همین اساس اینها دچار یک واقعا هم یک بیماری دشمن پنداری شدند. یعنی همون چیزی که استاد مومن قناعت گفت که در تاجیکستان چند سال پیش گفت که جنگ سرد ادامه دارد، واقعا هم همون است. اینها دشمن پنداری همین گونه است که اگر هر یک نفر به خاطر اصلاح هم باشد یک انتقاد بکند، اون را در رو دشمن میبینند. در ذهن خودشون از اون یک دشمنی میتراشند که در پشت پرده اون نقشه دارد برای اینها. اینها در هر یک حرکت یک نقشه کلانی پشت پردگی میبینند، چون که واقعا همون موقع خودشون در خطر احساس میکنند. یعنی حتی بلوروی قرب سامانی را بله. چون که اینها چرا این گونه میشوند؟ چون که وقتی که انسان خودش توانی انجام یک کار را ندارد و احساس میکند که نمیتوند این کار را انجام بدهد، هر لحظه میداند که بالاخره از اینجا باید برود، یک کس بیاید. این خودش احساس میکند. خب ولی این نمیخواهد برود، چون میخواهد از این امکانات و ثروت و از این چیزا استفاده کند و نمیخواهد از اینجا برود تا کسی دیگر بیاید. به همین خاطر هر حرکتی که یک نفر دیگر بکند، اون را چی میبیند؟ دشمنی. در حالی که حتی اگر برای مثال اگر رفت و جناب رحمان از حکومت رفت و یک نفر دیگر آمد در جای اون، چی دنیا به هم میخورد؟ تاجیکستان از بین میرود؟ من مطمئنم که در شرایط امروز یک جوانی 30 ساله، نه البته نه پیشوازاده، یک جوانی که واقعا تحصیل کرده باشد و از درد مردم آگاه باشد، میتواند بهتر از رحمان در تاجیکستان حکومت کند. بهتر از او. برای چی؟ برای که فکر امروزه الیت حکومتی ما، الیت حکومت، فکرش فکر سیوزی است، فکر همون زمان شوروی است. همون فضای فکری در این حکومت حاکم است. این فضای بسته همه را در تک حزبی میداند، همه را در مشت آهنین میبیند. ولی این دیگر دورانش گذشته است. ولی اینها درک نمیکنن اینا. ولی یک جوان 30 ساله میداند که با مشت آهنین،
با زور نمیشود. یا یک جوانی 30 ساله یا یک مردی که فکر جهانبینی جدید دارد. بله، جهانبینی جدید دارد، نو دارد. اون میتواند درک کند که با زور، با قدرت، با مشت آهنین، با تک حزبی کردن، با نمیتوانی همه را متقاعد کنی، ولی میتوانی در نتیجه تلاش و خدمت به مردم حکومت کنی و در جایگاه داشته باشی در جامعه. یعنی این چیزی که شما فعلا واقعا گفتید جای ملاحظه، یعنی جای دستگیری است، واقعا مهم است. این است که ببین همین به قرب شوی پول سامانی. بله. شما تصوری حکومت داران ما رو ببینید، اونها تنها سبب این به قرب شوی را اون بیچاره صرافه و اینها رو میبینند. ولی این یه چیزی تصوری غلط است. اینجا مشکل بحران است، مشکل مهاجرت است که مهاجران ما اون پول کم میرسد، یعنی 4 برابر کم شده است. مشکل داخلی هست و باید بالای اون مشکلی ریشه‌ای توجه کرد، نه مشکلی که بیچاره شما ببینید این کار اینها اصلا برای چی است؟ مثلا میگن که صرافان میگن دلار رو میبرن. این اصلا از دوش خودشون دور کردن مسئولیت است. برای چی؟ برای که اگر واقعیت این قضیه رو نگاه کنن میبینن که واقعیت قضیه در چی است؟ در اینکه در تاجیکستان استحصالات نیست. واقعا اصل قضیه همین است. برای که استحصالات نیست، پولی که وارد میشود در تاجیکستان از خارج دلار وارد میشود، اون باید در داخل کشور چیکار کند؟ بچرخد. ولی اون در داخل کشور ما نمیچرخد. چرا؟ چون که یک گروهی که مثلا سوداگرها هستن، پول وارد میشن، مردم که خرید میکنن، پول میره دست سوداگرها، دوباره پول میره بیرون. ولی این دفعه اگر در داخل تاجیکستان کارخانه باشد، خب استحصالات باشد، دوباره در کارخانه میرود و مردم کار میکند، میچرخد در داخل خود کشور. ولی اینجا نمیچرخد، پول در تاجیکستان نمیچرخد. از طرف دیگر وقتی که مردم در تاجیکستان جای کار ندارن، به روسیه میرفتن. امروز بحران و تحریم هایی که نسبت روسیه اجرا عملی شده ایستادن، وضعیت روبل روسی رو به شدت پایین آورده است. روبل روسی رو 85 شده است امروز یک دلار. و این خودش چی است؟ یک چیزی است که تأثیری خودش بر روی چی گذاشته است؟ بر روی این دلار گذاشته است. دلار دیگر میخواهی نمیخواهی این دلار سامانی ارزش پایین میرود. ولی اینها این مسئولیت کی است؟ مسئولیت کی است که مهاجرین برای مهاجرین جای کار پیدا کنند، استحصالات به وجود بیارند، گردش پول رو در جامعه در کشور درست براهمانند. این رو مسئولیت حکومت است. همین خیلی است. از طرف دیگر حکومت ما نباید به پول مثلا به دلار اینقدر وابسته شود که با کمترین چیز به این حد برسه وضعش. باید یک پول ملیش در داخل خودش یک چرخش پیدا کند که مثلا اگر استحصالات هست، میتواند مردم نیاز به دلار زیاد پیدا نکند. خب همون سامانی در داخل کشور تا یک حدود نیازهای اولیه را تامین کند با استحصالات داخلی. ولی اینو ما نداریم. این خطر است برای مردم. اینجا هم میتونم به نمایندگی از صرافان و بانک‌های ملی را، بانک ملی تاجیکستان را بگویم که خطاب کنم که شما میگفتید که صرافان سببی به قرب شوی سامانی است. بسیار خوب. شما امروز همه این چیزا رو در دست خود گرفتید، ولی چرا از 7 حال برده ایستادید، از 7.50 بالا رفته ایستاده است؟ 9.50 هست. نه درست، ولی خود اونها هم بانک هم مجبور است که آیسته بالا میبرند. اگر صرافان تا 7 آوردن، شما اون برش شما برده. بله. یعنی این است که باید واقعیت ها رو باید قبول کرد. باید با این تصوری غلط و اشتباهی پیشینه این کارها رو پیش بردن، این وطن رو به این حد بردن، سبب بدبختی مردم می شود. همین که اینقدر صرافان بیکار شدن و اینقدر قرضدار شدن، اینقدر مشکل ایجاد کردن، همین بس است. ببینید من یک چیز عجیب است به ذهنم آمد. ما وقتی که این قضیه رو میبینیم یک چیز به یاد من میآید. ما مسئولین ما به همین مشکلات تاجیکستان، به خصوص به بیکاری، به خصوص به مهاجرت، به بی‌برقی، به نبودن استحصالات کارخانه ها، یک گونه نگاه میکنن که آدم به یاد همون داستان چیز میافتد، خر.
میگن که وقتی که خر میرود و گرگ از پیشش میبراید، گرگ میبیند، با گوشاش چشماش هم میپوشد. خر با گوشهای خودش چشماش هم میپوشد، گویا که گرگ نیست. خوب، و گرگ به راحتی میاد و میخورد. خوب، واقعا امروز مسئولین حکومت ما عین همون خر عمل کرده ایستادن. با گوشهاشون چشماشون رو میپوشن. بجای اینکه بیاید شما بگید که این مشکل در وای است، مشکل در اون است، بیاین واقعا مشکل اصل مشکل ببینید. چشماتون رو نسبت به مشکل نبندید. بله. نه بیاید نگاه کنید ببینید که واقعا کارخانه نیست. واقعا پول‌هایی که امروز از تاجیکستان در بانک‌های آبشاری رفته است، این است مشکل واقعا ببینید. چشماتون رو با گوشاتون نپوشونید و مشکل ببینید و بگذارید حل کنید. این سخن شما مرا به یک حکایت برد که یعنی وقتی که مشکل می شود که آدم ها در جای اینکه در فکری به دنبال حل مشکل اساسی بروند به مشکل جزئی می روند. یک حکایت خیلی جالبی است. میگویند که در یک دیه در چاه یک سگ میزنند در چاه. مردم میرن پیش ملا میگویند که بله در دهه ما یک سگ زده است، در چاه ما یک سگ زدگی است، اون رو چیکار کنیم که این چاه ما حلال می شود؟ این ملا میگوید که مثلا چند ستیل 100 ستیل شما 80 ستیل از اون برارید چی می شود؟ اون چاه شما پاک می شود. میرن 80 ستیل آب رو میگیرند از اون چاه میپرتوند، بود میبینن بو همون چیز بو پیش ملا میرن میگن که ملا شما همین تا گفتید ما کردیم. میگه با 80 تا دیگر بکنید حلال میشود. 80 تا دیگر هم اون ستیل آب میبرن از اون چاه ولی باز هم اون بو هست. پیش ملا میرن شکایت میکنن که ای ملا تو این قدر گفتی ما کردیم ولی تو حال بو هست. بعد این ملا فکر میکنه که این مردم چی مشکل داشته باشن، اینجا چی مشکل است؟ بعد اون مردم هم میپرسد که شما اصلا همون سگ رو شما از چاه برآوردید یا نه؟ وقتی که اون شما اون از اون چاه سگ رو نمیبرارید دیگر هزار ستیل میگیرید اون حلال دیگر نمیشود. اول اون سگ رو بگیرید بعد 80 ستیل صد است شما برارید بعد اون آب حلال میشد. واقعا بعضی وقت همین حادثات رخ میدهد بخصوص وقتی که مسئولین همین طور فکر میکنن این برای نه به خودشون تنها ضرر میارن بلکه به ملت ضرر جدی میارن. آخرون خبری که اینجا میخوام چی بکنیم این است که در نگاه در توج نیوز یک مقاله خیلی نه آنقدر دراز ولی جدی شده است که به نام تو 40 سالگی زنده میمونم، علامت سوال گذاشته که آیا من تا 40 سال زنده میمونم؟ و بعد در اینجا مطرح میکند که و میگوید که کمیته دین میگویند که ما یعنی اشخاصی زیر 40 منع کردیم به خاطر این است که شرایط رو فرصت رو بیشتر برای که بتیم برای کلان سالان. ولی یک ملا با یک مولای دیگر میپرسن اون مولای بیچاره میترسد نامش رو گفته است نام فاش نکنید. ولی من این سوال رو میدم این اصلا مخالف دین است و دیگر ولی کی ضمانت داده میتواند که تو تا 40 سال زنده میمونی؟ یعنی وقتی که این فرض الهی است این از پنجگانه اصول دین هست این حج کردن وقتی که من شرایط دارم ولی کی ضمانت میدهد که من بعد 40 زنده میمونم تو اینکه برم؟ فرض در 30 سالگی من تمام شرایط برای حج رفتن برای من فراهم شد. بله. و من باید حج کنم. بله. ولی شما اجازت نمیدهید. من رفته و در 38 سالگی مردم. این چی حسرت این به گردنم ماند. بله. چی میشود؟ واقعا اینجا سوال دارد. ولی باز میگم واقعا هم وقتی که ما سخت میگوییم، وقتی که با این شدت میگوییم، واقعا هم سخت میگوییم چون دردمان کرده است. دلمون با ملتمون میسوزد. میتپد. بله. نمیخواهیم که آینده ما، ملت ما از این به بعد هم با چنین مظلومیت، با چنین خواری زندگی کنند. بگذارید مردم آزاد باشند. باز میگوییم اگر سخت میگوییم معنیش این نیست که ما دشمن این ملتیم یا دشمن شما هستیم. حتی ما دشمن شما هم نیستیم. حکومت دروی محترم، ما واقعا دلمون به حکومت هم میسوزد، به ملت هم میسوزد، به وطن هم میسوزد. فقط میخواهیم این ملت یک زندگی سالم شایسته داشته باشد مثل دیگر ملت ها. ما وقتی که من
از تاجیکستان به قرقیزستان میروم و یک مقایسه بین این دو ملت میکنم، بین آزادی های اونها میکنم، بین قشر میانه این ملت خودم میکنم. قرقیزستان همسایه ام رو چقدر آزادتر، راحتتر، پیشرفته‌تر میبینم از نگاه سیاسی و از نگاه این ملت با این تاریخی بزرگ. ولی میبینم که تاجیکی که واقعا هم تمام افتخارات گذشته را دارد، بهترین های گذشته را دارد و حتی ذهنیت و ذکاوت، حتی که بعضی ها با دزدیدن میراث ما یا اینکه به اصطلاح با قرض گرفتن میراث نیاگان ملت ما خودشان رو میخواهند معرفی کنند، ولی اونها امروز پیش میروند. ولی ما چی؟ ما به کجا رفته ایستاده ایم؟ ما دلمون به این میسوزد، ما به این خاطر میگوییم، سخت میگوییم، درست است، شاید از قهرمان میگوییم، ولی این قهر ما روی چی است؟ به خاطر دلسوزی به وطن، به ملت، به کشور خودمان است، نه به چیز دیگر. ما دشمن هیچ کس نیستیم، ما دوستی همه هستیم و هیچ وقت هم دشمن هیچ کسی نبودیم. ما باز هم میگوییم، از این سخت‌تر هم خواهیم گفت، ولی فقط به خاطر اصلاح میگوییم. ما هم مخالفی این همه ناآرامی ها و بی‌ثباتی در کشور هستیم و همیشه ما این تنقید رو میکنیم که به خاطر آن که کشور به ناآرامی و بی‌ثباتی نرود، از حاضر خود را اصلاح کنند و تا اینکه خدای نکرده با این اقدام های اشتباهیمان سبب رشد افراطگرایی و پرابلم های دیگر شویم. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازشگرد. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و مددگار شما باد.